салом дӯстони гиромӣ, ҳамзабонони азиз, ҳамдиёрони арҷуманд. дарси 32 аст аз дарсҳои New Grammar Time 1, яъне аз китоби New Grammar Time 1. дар дарси пешина дар бораи замони ҳозираи содда суҳбат карда будем, яъне ҷонишинҳои I, you, we, theyро як дарс гирифтем ва he, she, itро як дарс гирифтем. ва дар ин дарс мегӯяд all forms яъне акнун тамоми шаклоша боз дар як дарси дига хулосабарорӣ мекунад. дар як дарси дига бигем ҳамчун тамрин кор мекунем. хоб умедвор ҳастем ки шумо низ бо мо кор мекунед. яъне ин ҷойҳои холигие ки шумо мебинед, шумо метавонед ки пеш аз мо инҳоро нависен, равон кунед, ё ин ки хуб ба диққат гӯш кунед, аз пеши худ бинед ки ҳозир анҳаминҷаш анҳамин мешавад, ё дар дафтарҳои худтон масалан нависен. агар нотуғрӣ баромад, хуб мегирем бо тасҳиҳ мекунем, бо дурустиш мекунем. муҳим шумо низ нависен. خب all forms تمام شکل‌ها look, read and write. نگاه کن، بخوان و بنویس. خب اینجا یک قلم بگیریم و ادامه میدیم. خب I like Saturdays میگوید که این زویه هست به فکرم. و بله زویه هست، میگوید که I like Saturdays، من روزهای شنبه رو دوست می‌دارم. I، خب در این جای خالگی چی باید بنویسیم؟ I at 11 o'clock. پس در اینجا می شود I get up. I get up. I get up at 11 o'clock. I، خب to school. I to school. در اینجا to school، خب کلمه یکم I like یعنی علامتی درست آمده است، پس باید که جمله مثبت باشد. get up درست آمده است، یعنی پس جمله باید مثبت باشد. go نادرست آمده است، یعنی در این زیر رسم اگر دیده باشیم پس معنی دارد که جمله منفی است. خب جمله اینکاری. پس می نویسیم I don't go to school. I don't go to school. من به مکتب نمیروم. یعنی این زوی روزهای یکشنبه رو برای چی نقض روزهای شنبه رو برای چی نقض می‌دید است؟ برای که ساعت 11 خواب میخست است. یکم سبب نقض می‌نیش و دیگه سبب نقض می‌نیش که مکتب نمیرفته است. به همین خاطر روز یکشنبه را روز شنبه را نقض می‌دید است. خب عجب دوره کودکی. منتظر میشدیم که کی روز یکشنبه میاد. شنبه، یکشنبه. خب میگذاریم به رسم دیوم. در رسم دیوم زوی میگه we، خب جمله یکم play آمده است، پس می we play in the garden. ما در باغ بازی میکنیم. garden باغ میشود. خب پارک نیز باغ میشود. پارک یعنی به زبان روسی پارک، به زبان تاجیکی باغ میگیم. پارک جای را میگن که مثلا به مثل باغ استاد رودکی، یعنی این را پارک میگیم. یعنی اونجا در پارک عادتا مثلا جای های استراحت هست، مثلا کرسی ها موندگی، جای برای تماشا هست مثلا، یا که برای یگان چی نوشیدن است، یگان چی خوردن است. خب این را پارک میگن، یعنی باغ. اما گاردن عادتا مایده میشود و پر از درخت گل و گلزار و سبزه و دیگر است و عادتا در نزدی بگیم که خانه ها میشود. خب کلانش هم میشود گاردن، یعنی هر یک چیز خورد دارد و کلانش هم میشود، اما در گاردن جای تماشا و جای استراحت نیست، جای فراغتی نیست. گاردن جای سبززار و درختزار. یعنی خب خب جمله دیگه watch. we watch TV. we watch TV. we، خب انا این جمله سیمش don't میاریم.
We don't study. We don't study. study رو قناعت نمیدید است که کی زوی. We don't study for school. میگم ما درس نمیخونیم برای مکتب، یعنی که مطالعه نمیکنیم، مذاکره نمیکنیم، کتاب نمیخونیم، وظیفه خانگی تیور نمیکنیم. به همین مقصد میگه که we don't study for school. study گفته خواندن، کتاب خواندن، به معنی که مثلا read کتاب خواندن میشن، یعنی یک کتاب میگیریم میخونیم. اما study که شد در درون study وظیفه خانگی تیور کردن نمیداره، کتاب خواندن نمیداره، آمادگی به درس نمیداره. یعنی study به معنی مطالعه کردن است. مطالعه. خب for school برای مکتب. میرویم سراغ رسمی سیوم. در رسمی سیوم میگه we. خب در اینجا go آورده است. we go to the park. خب Dev plays basketball. خب we go to the park. ما با باغ میرویم. خب این پارک اومد، ما با پارک میرویم. Dev plays basketball. Dev بسکتبال بازی میکنه. Brain rides his bike. یعنی وای دوچرخش رو میراند. ride گفته اسب سواری را میگن، دوچرخه سواری را میگن، یعنی دوچرخه سواری میکنن. Brain rides his bike یعنی دوچرخش رو میگیره، دوچرخه سواری میکنن. خب رسمی چهارم. در رسم چهارم جمله سوالی است. در اینجا میگه که جمله سوالی یکی میشده do you like Saturdays کارکی. زوی به طرف کارکی سوال کیسه. میگه do you like Saturdays کارکی آیا تو روزهای شنبه را دوست میداری؟ و کارکی میگه که yes I do یعنی بله من دوست میدارم. but today is Friday لیکن امروز جمعه هست. دیگر زوی رسم شدیده است چه شید، یعنی که در تعجب بود است، حیران شده است که امروز جمعه بوده است. به تشویش یعنی ساعت 11 خسته است، دندان را شسته است، گفته است بازی میکنیم دیگر یعنی با فرجه همه کارشو کرده که دیگر وقت میگنش که امروز جمعه است. خب تمرین رقم 8. write do does don't or doesn't. میگه do does don't یا اینکه doesn't رو بنویسید. خب در اینجا do you like ice cream میاد، زوی جواب میده yes I do میاد. yes I do. خب ویکی میگه که خب در اینجا does میاد برای که درباره کارکی پرسیدن. does کارکی like ice cream too? yes he does میاد. yes he does and he likes pizza. but he doesn't but he doesn't like spinach. why خب ترجمه کردیم. do you like ice cream آیا تو یخماس رو دوست می‌داری؟ yes I do بله من دوست می‌دارم. does کارکی like ice cream too آیا کارکی هم یخماس رو دوست می‌دارد؟ زوی میگه yes he does بله دوست می‌دارد and he likes pizza و پیتزا رو هم دوست می‌دارد. but he doesn't like spinach لیکن وای اسفناج رو دوست نمی‌دارد. خب اینجا ویکی میاد do you and your friends come to. خب در اینجا do میاد جمله سوالی. do you and your friends come to the park every weekend. تو و رفیقانت دوستانت هر روزی شنبه و یک شنبه به این باغ میاید. و زوی در جواب میاد که yes we do. Dev and I play basketball. Brain reads books. میگه ما Dev بله ما میایم. Dev and I play basketball. Dev و من بسکتبال بازی میکنیم. Brain reads books. Brain کتاب میخواند.
خب do you play basketball at the weekend؟ در اینجا نیز do میآید جمله سوالی. Do you play basketball at the weekend؟ No I چی میآید؟ No I don't. No I don't but I play tennis every Saturday. نه من بازی نمیکنم but I play tennis every Saturday. لیکن من هر روز شنبه تنیس بازی میکنم. خب در اینجا does می آید. Does your mom خب do میاد. داره شکل جمع شد یعنی they دمی دارد. Do your mom and dad play tennis؟ آیا پدر و مادر تو تنیس بازی میکنن؟ خب در اینجا می نویسیم که no they don't. No they don't. They do. They do. Oh, no they don't. They they do. اینجا بازی نمیکنه در اینجا دوست نمیدارد. They don't like sport. اونها ورزش رو دوست نمیدارن. خب این بود تمرینی رقمی چند؟ رقمی 8. خب در اینجا هم یک تمرین دیگر بوده است. Read, choose and write. بخوان، انتخاب کن و نویس. همین کلمه هایی که در اینجا در درون این باکس یا قطعه بگیم هست. Watch, have, get up, like, go, play, listen, do, don't, like. اینها رو در این جای خالیگی نوشتن در کار. یعنی جای نقطه نقطه که هست اینجا پر کردن نوشتن در کار. خب شروع میکنیم. در اینجا کلمه get up رو خودش انتخاب کرده است. My Saturday روز شنبه من. I get up at 10 o'clock من ساعت 10 از خواب میخیزم. I خب breakfast در اینجا have میآید. I have breakfast یعنی من صبحانه تناول میکنم یعنی خوراک سحری رو میخورم. I have breakfast with my mom and dad and my brother. صبح من صبحانه رو یا خوراک سحری رو همراهی پدر و مادرم و برادرم تناول میکنیم. After breakfast my brother and I بعد از خوراک سحری بعد از صبحانه من و برادرم خب اینجا میوزیک اومده است. listen اینجا listen می‌نویسیم. listen می‌نویسیم. listen می‌خونیم. and I listen to music. خب خب در اینجا بله he likes میاد در اینجا. he likes the emperor kings یعنی این emperor kings ناممون یا سراینده است یا که همون سیدی است همون فیت است یعنی وای همین emperor kings را دوست می‌دارد but I don't like but I don't like them یعنی من اونها رو دوست نمی‌دارم. they are very bad اونها خیلی بد هستند. in the afternoon یعنی بعد از نصف روزی I در اینجا go میآید. I go to the park with my friends من به باغ میروم و پارک میروم همراه دوستانم. خب در اینجا play میآید. we play football or basketball ما فوتبال بازی میکنیم یا اینکه بسکتبال بازی میکنیم. in the evening I watch در اینجا watch میآید. I watch DVDs ما in the evening یعنی در بگاهی من DVD تماشا میکنم. my brother
does میاد در اینجا. My brother does his homework و برادر من وظیفه خانگیش تیار میکنه. خب تمرین رقم 10 میگه write about your Saturdays. درباره شنبه خودت میگه بنویس. I get up at after breakfast in the afternoon in the evening. مثلا با مثل همین درباره شنبه خودت بنویس. شما نیز درباره روزهای شنبه خودتون بنویسین که چیکار میکنید. یعنی مثال اینجا یک مثال آورده است، یک نمونه آورده است، از روی همین نگاه کنید نویسید. مثلا I get up at 8 o'clock and I have breakfast with my brother and sisters. In the afternoon I go to shopping. In the evening I do exercise. خب و مثل همین. یعنی تمرین رقم 11 look at exercise 10 ask and answer. میگه با مشق 10 نگاه کن، یعنی با این مشق 10 نگاه کن و چو کن سوال و جواب کن. Do you get up at 7 o'clock؟ آیا تو ساعت 7 از خواب میخیزی؟ خب در اینجا جواب داده است No I don't. I get up at 9 o'clock. من ساعت 9 از خواب میخیزم. What do you do after breakfast؟ یعنی بعد از صبحانه چیکار میکنی؟ I go swimming. من با شناوری میروم، با آبازی میروم. Now swap roles یعنی الان تغییری نوبت. Tell the class about your partner. یعنی درباره رفیقت با همسنفانت خبر بده. Rose gets up at 9 o'clock. After breakfast she goes swimming. میگه روزا یا صدبرگ ساعتی 9 از خواب میخسته است. After breakfast بعد از صبحانه و با آبازی میرفته است. یعنی swimming گفته آبازی دوشنه میگن. swimming آبازی که با در دریا، در بحر، در حوض، بسین آباز میگن. انا را میگم. خب با همین فکر میکنم درس امروزه رو با پایان رسونیم. خوب میشوه تو اینجا اومدیم و از درس آینده درباره have و has خدا خواسته باشد میگیریم. خب یعنی کتابم قریب اومد. صحیفه 71 خودش 85 صحیفه است. خب از درس آینده از صحیفه 66 میگیریم. 66 کتاب خودش 85 صحیفه، یعنی تقریبا 10-15 صحیفه مونده است، به خاطر که در بین دو تا سه تا چی است تست است، اونها رو نمیگیریم و باقی موندهش رو میگیریم. خب کی باشد درس در همینجا به پایان رسید. یگان گفتنی پیشنهاد سوال داشته باشین مرحمت بفرمایید. اگر نداشته باشین خب با همین درس امروزه خاتمه می‌یابد. درس آینده درس 33 می شود. To have breakfast at 900 hours. Thank you. درس 33 خب دوستان گرامی، تشکر برای دستگیریتون، اشتراکتون و کسانی که مهمان نو هستند بعدا ویدیو ما رو تماشا میکنن لطفا آبونه شدن رو فراموش نسازن. و گفتنی هستیم که تا درس های نوبتی خدا نگهدار. See you next class. Goodbye. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا.